أحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و پدران و مادران عزیز، از خدای بسیار بسیار مهربان دعاگوی او هستم که هر یک دقیقه های را که برای گوش کردن، برای شنیدن این مسئله و مسائل، شما که دریغ نمیدانین، محبت میکنین، خداوند باز هم محبتاتون به سوی خودش، به سوی دینش زیاد گرداند و الله مهربان در عوض لحظه هایی که شما به تماشای این نوارها، به شنیدن این مسئله و مسائل وقتی که صرف میکنین، وعده هایی که داده است، بشارت هایی که آمده است، خدای مهربان همه شما را با نصیب گرداند و باز هم خداوند توفیق ها را و محبت ها را زیاد گرداند و کسانی که از گوش کردن و از شنیدن این پندها و این نصیحت ها دور مانده است یا اینکه میل ندارد، خواهش ندارد، خدایا این بندگان هم از این نعمتت برخوردار بگردان و از خدای مهربان خواهان او هستم که گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند، مسافرهای ما را خدای مهربان صحت و سلامت نگه دارد، بیماری هامون خدای مهربان شفای کامل دهد، حاجت طلب هامون خدای مهربان حاجت هاشون که نزد خودت هست برآوردنشان نزد خودت هست، خدایا حاجتاشون برآورده بگردانی و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند در این دیار ما، در این ملک ما، در این وطن ما فیض و برکاتش را نازل فرماید، بلاها و آفتها و سختیها را از بالای این مردم، از بالای این ملت خدای مهربان دور گردانی و از خدای مهربان خواهان او هستم که محبتهای ما را، میلهای ما را، خواهشهای ما را باز به سوی دینت زیاد بگردانی. برادران و خواهران عزیز، الحال در این لحظه هایی که قرار دارم میخواستم برای شما چند سوال هایی که پیش من هست جواب گردانم و انشاءالله که در برابر سوال ها هم خواهش های زیاده در باب بعض موضوع هایی که از من خواهش کردند، اونها هم انشاءالله آماده هستند، تیارند، فقط یک فرصت در کار، یک وقتی که گنجایش دهد، انشاءالله از خدا امید است من در روزهای نزدیکم اون خواهشات شما را هم خدا خواهد به سمتان میرسانم. فقط بار دیگر دادران و خواهران عزیز،
از شما خواهش ما همین است که مقصد دستگیری تانه از این شبکه نور تیوی فراموش نکنین، دستگیری کنین. گویم خدا خواهد اکو چگونه ای که من قبلا وعده داده بودم و از این طریق، از این شبکه، هر یک برنامه ها و هر یک سوال جواب هایی که باشد، خدا خواهد ما از طریق همین با سمع شما انشاءالله میرسانم. فقط دادرها و خواهرای عزیز کم کم دستگیریشون کنین که تا اینها هم در همین مسئله پیشروی کنند. خدا خواهد پیشروی اینها هم، دستگیری اینها هم فایده ما و شما هست. خدا خواهد در این هم یگان زیان، یگان ضرری بر جان ما و شما نمی شود. این خیل نفرهایی که در این راستا زحمت میکشند، مهنت میکنند، حقیقتا اینها حق دستگیری دارند. الله مهربان خاتمه کار هممون به خیر گرداند. میایم به سر سوال هایی که انا پیش من هستند. اولین سوالی که در پیش من هست آمده است که میگویند که سوره کوثر را 1000 بار در شب پنجشنبه خوانی، با طهارت خواب کنی، پیامبرمون را در خواب میبینی. آیا درست است یا نه؟ برادران و خواهران عزیز، راستی من به این طریق در جای نیفتم که کسی 1000 مراتبه سوره کوثر را خواند. اینا اعطیناک الکوثر، یکی از سوره های خردترینی در قرآن، و او روز پنجشنبه باشد و همان شب پیامبر وی در خواب بیند. اولا برادران عزیز و خواهران عزیز، خداوند برکتتون تید که وقتی شما سعی میکنین، حرکت میکنین که پیامبر ما در خواب ببینین. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن شیطان لا یتمثل فی صورتی. این حدیثی هم بخاری است هم مسلم است. یعنی پیامبر ما گفتند کسی اگر مرا در خواب ببیند همچنان است که مرا دیده است. زیرا شیطان هیچگاه خودش را در صورت من در آورده نمیتواند. من اولا بسیار این گویم اشتیاقی که شما دارین، این رغبتی که شما دارین، این میلی که شما دارین که پیامبر را در خواب ببینین، انشاءالله شما با این رغبتاتون، با این گویم محبتاتون از الله امید است که شما میرسید. لیکن طریقه های رسیدن در خواب برادران و خواهران عزیز حقیقتا ذکر زیاد طلب میکند. بله در کتاب ها این بیان ها آمده است که چیکار کنیم پیامبر در خواب ببینیم. دانشمندهای ما و شما برادران عزیز، علمای ما و شما توصیه دادند که انسان باید که ذکر زیاد داشته باشد و هر روز کمی در کم 100 بار اللهم صل علی محمد و علی آل محمد گوید. و از همه چیز مهم برادران و خواهران عزیز این که در دلت همین محبت پرورش کن. یعنی همیشه و همیشه در ذهنت و در فکرت، در گمانت دائم همین مقصد باشد که و این دعا هم از الله باشد که خداوندا مرا به دیدار پیامبر موفق کن. یعنی شما اگر
چقدر البته پیامبر کسی میبیند در خواب که برادران عزیز و گرامی خیلی انسانی پاک است گوییم، انسانی که انشاءالله در کار خدا و در کار رسول است، یعنی در او خصلت‌های رذیله، رفتارهای نادرست دیده نمی شود. این نفرها پیامبر را دیده می توانند. برای همین شما در یادش باشین، در محبتش باشین. شرط نیست که 1000 بار سوره کوثر خوانید. اگر تو با مقصد آنه که من پیامبر را ببینم محبت کنی و انشاءالله خودت را آماده کنی، یعنی به تازگی و به پاکی، و انشاءالله روزی ده تو یگان پاره از قرآن بخوانی، همچنان سبحان الله بگویی، الحمدلله بگویی، ذکرها را اگر تو مثال بر زبانت گویی و شب پیش از خوابم 100 بار به پیامبر نازنین اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلوات بفرستی و پای به طهارت خواب کن، انشاءالله از خدا امید است که تو موفق میشوی. لیکن پیامبر اگر نفری ببیند که من دیدم، مقصد پیامبر بیریش بود یا دیدم که چهره بسیار سیاه داشت، معلوم است که برادران و خواهران عزیز وای پیامبر نیست. برای همین بسیار بسیار نیک میشد که مردم از شمائل، از صورت پیامبر مانه شما در کتاب ها میافتین که پیامبر نازنین موی سرش چی مقدار بود، ریشش چی مقدار بود، چهرش چگونه رنگ داشت، بینیش چگونه بود، لبهاش چگونه بود، همه اینها در حدیث ها آمده است. برای این وقت شما اگر از روی خبر کتاب ها آگاهی داشته باشین و چهره پیامبر از خواندگی هاتون تصور کرده تانین انا با همون صورت ببینین، انشاءالله وای پیامبر است. می شود که شیطان در یگان صورت دیگر هم در آید و نه در صورت پیامبر و گوید که من پیامبرم، با این طریق وای قدرت دارد. ولی وقتی اگر شما از شمائل حضرت که آگاهی داشته باشین با او مقایسه میکنین، موافق آمد البته قبول، موافق نه آمد قبولش نمیکنین. لیکن انشاءالله همون محبتی که شما کنین، همون دوستداری که شما داشته باشین، همون میل هایی که شما داشته باشین، در برابرش با ذکر و با صلوات باشین، انشاءالله شما در خوابهاتون پیامبر نازنین میبینید. سوال دیگری که آمده است، بابای حاجی قرآن را با زبان تاجیکی ختم کنی جایز است و ثوابش مثل ختم با زبان عربی هست یا نه؟ یعنی امروز این سوال خیلی زیاده و بسیار مردم ما الحمدلله رب العالمین که در تاجیکستان من قرآن با زبان تاجیکی ترجمه کردن و در دست مردم گویم قرآن های با زبان تاجیکی که البته در این به یگان انا گویم جای مبالغش خدمت گویم رهبر دولت است که این قرآن ها را با زبان های تاجیکی برگردانیدن و در دست مردم تقدیم کردند و امروز اکثر خانواده ها از همین قرآن های تاجیکی برخوردارند و امروز در گوییم که همون دکان ها فروش این قرآن های با زبان تاجیکی هم هست. برای همین یعنی ترجمه همون آیت های قرآن با زبان تاجیکی هست. زندیاز البته انسانی که از این هم که خواند، از این هم که مقصد
برخوردار شود البته ثواب دارد. زیرا معنایی را که شما میخوانین وای قرآن است، یعنی وای معنای قرآن است. زین لحاظ وای هم از ثواب هیچ کمی ندارد. ولی الله مهربان در بسیاری از جاهای قرآن، از اون جمله در سوره یوسف اگر بینیم آیت 2 میگه این انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن را با زبان عربی نازل کردیم. البته برادران و خواهران عزیز، برای چی با زبان عربی آمد؟ چرا زبانها زیاد بود به زبانهای دیگر نه آمد، بلکه با زبان عربی آمد؟ چرا پیغمبر آخر الزمان خلاص از گویم مردم عرب آمد؟ اینها به خودش با جوابهای الهیده دارند، اینها به خودشون با حکمتها دارند. ولی هر کسی که اگر قرآن با زبان عربی خواند، چی طوری که با همین زبان نازل شده است که در هر یک حرف او پیامبر نازنین 10 ثواب گفتگیه. برای من اینجا دا گپ سری بهتر و بهترین می رود. البته بهترین همین است که ما قرآن با همون طرزی که نازل شده است، یعنی با همون حروف های عربی که آمده است، ما اگر تعلیم گیریم و با همون طرزی که مقصدی در پیش ما قرآن است، با همین طرز اگر ما او را تلاوت کنیم، این نور بالای نور است. البته گویم یک معجزه الهی است. ولی کسی که اگر امکان ندارد دیگر، یعنی دیگر قدرت ندارد، قوت ندارد، یا هرچی حرکت هم که کند دیگر تواناییش بر این نمی رسد، میلش از قرآن تاجیکی هم که خوانین، خدا خواهد ثواب این را بر روح زنده و مردتون اگر ببخشین، البته ثوابش می رسد. ولی کسانی که توانایی دارین، شما از قرآن عربی البته به البته تعلیم بگیرید. سوال دیگری که آمده است، بابا جان گفتن برای زنهایی که شوهرهاشون زنی دویم میگیرند سخن گوید تا دلهامون کمی هم باشد آرام گیرد. خواهر ما کسی باشد سوالی کرده است که شوهرهامون زنی دویم میگیرند. خلاص وقتی اینها زنی دویم میگیرند ما بسیار ناراحت میشیم، بسیار غمدار میشیم. یعنی دیگر گویم اکو حسابی که همون مزه زندگی و لذت زندگی دیگر باقی نمیماند. شما یگان سخنی گویین که تا دلهای ما آرام گیرد. یعنی گویا که گویم بر سر این خواهرای ما خیلی که بعضی آدم ها مصیبت به سرشون می آیند، بعد از ما خواهش میکنن که یگان صحبت کنین که تا که همون دردی که ما داریم، همون مقصد فراقی که جدایی که ما از در مصیبت پیدا شده است کمی آرام گیرین. این خواهرها هم از ما همین را سوال کردن. ولی من چی گفتنیم؟ خواهرای عزیز، اگر من برای شما از تمام آیت های قرآن، از تمام حدیث های پیامبر نازنین ما، از تمام قصه هایی که از ابتدا تا امروز بود، اگر همش هم که برای شما گویم، من گمانم همین است که این کاری نیست که در شما آرامش پیدا شود. در شما آرامش پیدا شود. زیرا که وقتی سفری که حضرت عایشه مادرمان وقتی پیامبرمان کجایی که سفر میکرد، میگه قرعه اندازی میکرد. یعنی در بین خانماش یک مثل که یک چیزی را پنهان میکرد، هر کسی که میافت اگر هم سفرش میشید. و در یکی از سفرها عایشه مادرمان میگه من همراه حفصه دختر حضرت عمر رضی الله عنه که اینم یکی از خانم های پیامبرمان بود، شما چگونه میدانین ابوبکر صدیق
و حضرت عمر خسرهای پیغمبرمان بودند. حضرت عثمان و حضرت علی دامادهای پیغمبرمان بودند. میگه در یک سفر همراه حفصه همسفر شدند. بعدا میگه وقتی در یک جا کجاوه میگن بالای شتر ده خانه های میساختن که یعنی براحت دو آدم در آمده در اونجا ایستاده میتونند. میگه حضرت حفصه حکایه میکند که من نگاه میکنم پیامبر بیرون میبراید، کمی مقصد مشغولیت هایی که دارد انجام میتید، آمده راست باز همون خانه عایشه دا میدراید. یک بار دو بار، بعدم بار دیدم که پیامبر از همون خانه که بالای شتر میسازند از او بیرون شد. من دویدم میگه پیش حضرت عایشه آمم. عایشه مادرمان در عمر از حفصه خردترک بود. میگه آمدم گفتم نمیشود که جای همون عوض کنیم، تو جای من رو من جای تو. میگه حضرت عایشه مادرمان قبول کردن. وقتی عایشه میگه من آمدم در جای حضرت حفصه ایستادم و حفصه در جای من، پیامبر میگه بازگشتش آمد و همون جایی که عایشه بود در آمد که حفصه را دید. عایشه میگن من از دور نگاه دارم. نگاه کردم مهلت‌های دراز با حفصه در اون داخل نشست. بسیار ناراحت شدم. شما ببینید خواهرای عزیز که حضرت عایشه چقدر آدمی مثال با ایمان بودند. اینها خانوم پیامبر بودند. اینها در کنار پیامبر نازنین بودند. ولی اکو این حالت برعکس مثال یک چیزی هست که یعنی اینها معصوم نبودند. یعنی انسان‌هایی نبودند که تماما گناه نکنند یا تماما از اینها یگان خطا و اشتباه و کمبود مقصد انجام نیابد، بلکه اینها هم کمبودی ها داشتند، اینها هم لغزش ها داشتند. بعدا میگه بسیار ناراحت شدم تا چندی در داخل میگه همین گرمی زیاد چیدن گرفت و میگه پایان فرامدم میگه در گرمای روز بود، بیابان یک نمود خار میگه در همون داخل همون زمین های بیابان بود به نام ازخیر که اونها هم تری خارهای توپی کلانند. بسیاری وقت میگه همین بعضی از همین حشرات ها از اون جمله همین مار میگه داخل همونها دمی در آمد تا که از شعله آفتاب نجات بیابد. وقتی که آفتاب تیزیش میگذشت بعد این حشرات ها از زیر این خارها بیرون میشدن. میگن من راضی شدم که پاهام و مقصد در زیر همون ازخیر در زیر همون خار گذارم تا بگذار مارم که باشد همون پای مرا گزدو، لیکن من طرف حفصه و طرف رسول الله نگاه نکنم. شما بینین وقتی این حالتی که از مادر ما عایشه یعنی از زن این چیز وقتی رخ میتید، یا اینکه اگر سوره تحریم نگاه کنیم در قرآن از آیت یکمش وقتی پیامبر را ببینین برای چی بر خودش خوردن عسل حرام گردانید. در همین بینم بسیار از در باب نزول این آیت بسیار تفسیرهای هر زیله هست. یکی میگه از خانه زینب دختر جحش که یکی از خانم های پیامبرمان بود، پیامبر دائم عسل میخورد و میآمد. حضرت عایشه مادرمان قطعی حفصه هر دو مصلحت کردند که پیش تو هم که آمد بگو چه خیلی که از تنه تو یک بوی بد میاد، پیش منم که آمد منم همچنان میگم. پیامبر در یک حالت انداختن که حتی دیگه همون عسل که حلال کرده خدا بود حتی به خودش حرام خواندش که خدای مهربان پیامبر حتی بگیم که یعنی به یک طریق عتاب او که چرا آن چیزی را که خدا به تو حلال کرده است تو حرام میگردانی. در اینجا سبب های نزول های دیگر هم هست که گویا در خانه حفصه به ماریه قبطیه که یکی از گویم همون خدمتگارهای پیامبرمان بود که مادر ابراهیم بود، این وقتی که هم خوابه می شود
حفصه که وقتی میگوید که مقصد این کار را باید در خانه من نمیکردی، اونجا حضرت حتی که مقصد نزدیک شدن به ماریه برای خودش حرام میگرداند و الله مهربان میگه برای چی تو آن چیز را که حلال بود حرام گردانیدی؟ زین لحاظ یعنی بعضی حالتهای هست خواهرای عزیز که در حیات زنهای پیامبر، در حالت گویم زنهای اصحاب پیامبر گذشتگی هستند. یعنی تاب آوردن و طاقت کردن حقیقتا برای زنها خیلی و خیلی مشکل است. برای همین اکنون من برای شما مسئله را بیارم که دل شما آرام گیرد، یا اینکه مقصد که انا دیگر در ذهن تو همین فکر و همین کاروبار زن دوم شوهرت مقصد از ذهن دور رود. من گمان میکنم که این چیز امکان ناپذیر است، امکان ناپذیر است. حتی امروز یک برادر من همین روز سوال دادن که من میخوام زن دوم طلاق کنم. من برای چی؟ گو من چند داملا را پرسیدم، برای من اجازت دادن. من گفتم میلش کسی که برای تو اجازت میتهد، لیکن من تا امروز کسی را اجازت ندادم که نابسته و زن اول دارد زن دوم دارد. من اکنون نتانستم امروز کسی را گویم که زنها تونه طلاق کنید، زیرا که این بدترین حلال است، زیرا در این غضب خدا هست. میگد زیرا سببش همین است که زن دوم میگد که تا زمانی که تو زن یکمت هست من خود ما خوشبخت احساس نمیکنم، خود ما خوشبخت نمیشمارم. ببین برای همین یعنی این مسئله ها در بین مردهایی که دو زن و یک زن دارند یا سه زن دارند، البته این مسئله های یک دیگر نافهمی در بینشون هست. زین نیاز خواهرای عزیز، البته این برای آنی که شما قلبهاتون آرام گیرد، شما باید زنهای خواننده باشید. شما خداتون اگر میخواندین، شما خداتون اگر از آیت قرآن، از حدیث های پیامبر آگاهی میداشتین، خب در اینجا آرامش شما از اینجا پیدا میکردین، از اینجا پیدا میکردین. زیرا اگر من حاضر برای شما چیزی هم که گویم میگو خیلی اینم مرده، این طرفداری همون مردها را میکنن، با شاید که این خیلی بهاگذاری هم شما کنین. برای همین من پیشتر هم میگفتم که مردهایی که مثال میخواهند زن دوم یا سوم گیرن، برای زن دوم و سوم گرفتن باید که همه آمادگی ها را داشته باشند، همه فکرها را باید کنن. بعد مقصد اونها دست به این کار بزنن، زیرا که این بعد مشکلات ها و بعد سختی ها و هرچی پیدا شدن میگیرن. خواهرای عزیز، خداوند صبرتون تیادو. الله مهربان مردهایی هم که به این کار دست میزنن هیچگاه مقصد در برابر آنه که به زن دوم احترام میگذارد یا میل میکند یا محبت میکند، همون میل و محبت از زنهای اولشون هم کم نکنند. خدای مهربان توفیقتون تیاد. خب سوال دیگری که آمده است، میگد زنی که در حالت حیض است می تواند که در نزد داملا یا یگان کسی دیگر دعا خوانی کند؟ یعنی اگر زن در حالت حیض هم باشد، در حالت نفاس هم که باشد، اگر ضرورتی به دعا خواندن باشد هیچی باقی ندارد. یعنی شما را یک کس آمده و دعا خواند، میلش بگذار. یعنی شما که در این حالت قرار دارین برای شما یگان گناهی نیست انشاءالله. درست است. سوال دیگر، ما از بیکاری در مسجد روزها یعنی خریستیان ها کار میکنیم و معاش ما حلال است، مجبوریم به خاطر پولیابی. یعنی برادرای از ما که در مهاجرت هستند، اولا خدای مهربان همه مهاجرای ما را، همه مسافرهای ما را، همه برادرایی که دور الوطن هستین،
خداوند نگهبانتان باشه. و سوالی که کردن این خیلی مسئله ها خیلی زیادن. یعنی ما در همون گوییم که مسجد میگن، در همون جاهایی که گوییم معبدهایی که اینها عبادت میکنن، همون کلیسا میگیم، در همون جایهایی برای ساختن کلیسا یا برای ساختن مقصد هر یک عمارت هایی که خاص همون دین نصرانیت هست، خاص جای تعلیم و عبادت چون هست، کار کردن در اونجا دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان یگان گناهی ندارد. پول وای البته برای شما حلال است، یگان گناهی هم ندارد که شما وقتی میرین نفس های خودتون اجاره دا میمونین و شما برای اونها این عمارت ها را میکنین. برای ما از همه مهم برادران عزیز این است که ماها اعتقادمان و میلمان و محبتمان به دین خودمان، دین اسلام است، به قرآن است. یعنی به ساختن آن عمارت ها معنای او را ندارد که ما از دینمان برگشتیم یا اینکه ما مقصد دین نصرانیت قبول کردیم. ولی شریعت ما و شما، کتابهای ما و شما اجازت میتین که ما اگر همین خیل کارها پیش برآمد و مبلغ اگر به دست بیاید هیچی باقی ندارد. شما حق دارین که در اینجا کار کنین و مثلا هر مبلغی که به دست میآید برای شما حلال است، زیرا وای مهنت شما هست، وای زحمت شما است. بابای حاجی بسیاری ها خیر میکنند، ویدیو کرده در شبکه های اینترنت میمونند. آیا این ثواب دارد یا نه؟ یعنی خیرهایی که برادران عزیز و گرامی در شبکه ها اگر شما بینید در اینترنت، ما علال خصوص در همین دورانی که گرمی همین کوروناویروس بود یا کووید 19 میگن، از طریق همین اینترنت نگاه میکردیم که در تمام منطقه های روسیه الله برکت دنیا و آخرت چونتید، برادرایی که امکانیت داشتن و شرایط داشتن مبلغ‌هاشون برآورده برای مردم مواد خوراکه خریده و خانه به خانه تقسیم کردن. الله برکتتون تید. بسیار یک گوییم انشاءالله از خدا امید است که شما در این کار کردگیتان الله و رسول او را از خودتان راضی گردانیده. این کار شما کردین دادرای عزیز، کسی که مبلغ ها را برآورده و در همون خیل وقت ها دست مردم را گرفتن، انشاءالله شما با الله تجارت کردید. خدا خواهد جای آن پولها که همه با پر می شود، ولی در برابرش این قدر ثوابی که شما گرفتین، این قدر گناهایی که شما مغفرت شید، این یک فضل خدا بود که شما برخوردار شید. بگذار بین آیت قرآن چی میگه. اگر همون کسایی که مثال کامera کردن گویم یا ویدیو کردن و مردم تماشا کردن که کیها مبلغ حتی نامه هاشون هم گرفتن، حتی دادگی چیزهاشون هم نشان دادن. الله مهربان سوره بقره هم در آیت 271 هم در آیت 274 بین خدای مهربان چی میگه؟ میگه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله مهربان میگه اون کسانی که مالهاشون شب و روز بین آشکارا و پنهان وقتی احسان میکنن خیر میکنن، خدا چی گفت؟ فلهم اجرهم. خداوند گفت با اونها ما اجر میتیم، نزد پروردگار اجر هست برای اونها و برای اونها یگان خوفی نیست و اونها غمگین نباشند. یعنی انشاءالله
اینها اگر از دنیا هم که گذرند، مقصد آیت این است که اینها یگان ترس باید نداشته باشند، اینها یگان غمی نداشته باشند، زیرا که خداوند برای اینها میگه بسیار یک استقبال خوبی هست. برای همین بسیار مهم است بگذار مردم خیر کنند. البته پنهانیش انشاءالله که مقصد از پنهانی کردن یعنی در او ریا نیست. اگر ما آشکارا هم که مثال خیر کنیم احسان کنیم، اگر همون خاص به خاطر خدا باشد، ریا نباشد، اگر همون پنهانیش هم که اگر در او ریا باشد یا در آشکارش هم که ریا باشد، وای ریا هست دیگر. خودنمایی همه ای وابسته به نیت آدمه. اگر من همین روزه رمضانم که بگیرم برای خودنمایی باشد، یا حجم که روم برای خودنمایی باشد، یا اینکه موعظه هم که کنم برای که مردم گوید بسیار واعظی خوبه، بسیار موعظه خوب کرده است، که وقتی در امینو من ریا داشته باشم، معلوم است که اینها پیش خداوند هیچ اجری ندارن. اینجا فقط مسئله یک خیر نمی رود، همه عبادت در این چیز وابستگی دارد. ولی کسی که آشکارا و پنهان صدقه میکند، هر دوش جایز است، هر دوش انشاءالله پیش خداوند پاداش میگیرند. این باز یک ترغیب و تشویق خوبم هست برای آدمایی که اولی خوابن، مبلغا دارن، شرایطا دارن، ولی گویم تماما همت ندارن، غیرت ندارن، دلسوزی ندارن. شاید که همین نوارها را ببینن یک سری ناموس بیاید، شاید همین نوارها را ببینن مقصد همون یک ذره ای که اگر ایمان داشته باشه همون در جوش بیاید که آخی مقصد همین مردک ها از ما چی کمی دارن، چرا اینها خیر میکنن من خیر نکنم. گفته اینها انشاءالله با ترغیبات تشویقات. برای چی میگن زکات اعلان کن که زکات برای که مردم دارا دانن که یعنی از مال زکات دادن در کاره. از این لحاظ چی باقی نداره. درسته. سوال دیگر، یک دوست داشتم، بعدی چند وقت فهمیدم که خواهرم را دوست می‌دارد، با او قهر کردم و بعدی چند وقت او را بخشیدم. مردم گفتند او به ناموس تو بازی کرد، باید او را نبخشید. چی مصلحت می‌دید بابا جان، چیکار کنم؟ خیر که این خیلی از برادرای عزیز که انا پیامبر گفته است که لا تصاحب الا مؤمن. شما وقتی که رفیق میگیرین، دوست میگیرین، یک کسی را دوست بگیرین که وای از خدا میترسیده باشه. وقتی شما یک دوستی را میگیرین که حقیقتا فاسقه، فاجره، ببین خدا را شکر که اولی مقصد فقط یک خواهر را نگاه کرده است، یک خواهر تا تای چشم کرده است. الله پرده کنه بسیاری از رفیقای را دیدیم که زنهای رفیقاشون را خیانت کردند، مادرای رفیقاشون را خیانت کردند. برای همین اصلا که من امروز هیچ کار توصیه نمیتونم. امروز اون رفیقی را که ما در کتاب میخوانیم یا رفیقایی که مثال حقیقتا رفیق جانی باشد، در این عصر یافتن اینها بسیار نادر است و بسیار غیر امکان است که ما رفیقای را بیابیم که این رفیقها و رفیقای جانی باشند. مقصد که خانه من که در آمد، اولا من باید هر یک آدم وارد خانم نکنم. وقتی وارد خانه کسی را کنم که وقتی رفیقی همون ایماندار خدا ترس که باشد، نظرش مقصد طرف پایان باشد، نه نگاهی او طرف مالی من، طرف فرزند من، طرف مادری من باشد. از این لحاظ دادر عزیز، شما اولا در انتخاب رفیقاتون شما خطا کردین. میگن خود کرده را دوا نیست، شما همو خود کرده این. وقتی خداتون هم خیلی نفرها را میارین و بعد امکانیت میتین، بعد بسیار همین مردم ما یک سادگی داره
که حتی در نبودن همون مردکاشون هم رفیقای مردکاشون هم مقصد در خانه ها جا میکنن. ما مقصد ممکن نیت همون نیتی نیک باشد، خیلی مردک نیست، خانهش هست، ولی از خوف ای، از خطر ای ما مقصد بیخبره. نمیدانیم که سیوم ما پیامبر گو شیطان است. هر آینه شما را مقصد در شبهه میارد، شما را در شک میاندازد. خب در بین شما بعضی مثال الکه وسواس داخل میکند و شما به هر کارهای بدبختانه دست میزنید. برای همین دادر عزیز، انا از این گونه رفیقا مصلحت من همین است که دور باشید. اینها را رفیق نخوانید، اینها رفیق نیستند. آیا رفیق همین است که مرا در نزد دیگر رفیقام، در نزد همسایه هم شرمنده کند؟ وقتی او به خواهر من، به مادر من، به محرمای من وقتی دست درازی میکند، آیا او چگونه رفیق من است؟ خدا رحمت کنه ابن سینا را میگو با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نباید دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که با مار نشست. ولی یک دوستی که با دشمن میشینه میگه با او نشین. چگونه این دوستی که در حق خواهر من چی بدبختی‌های را میکند، این من چگونه دوست خوانم؟ این دشمنای ما هستند. سوال دیگری که هست، شخص قسم خورد که من همین کار را کرده باشم، زنی که در آینده میگیرم برای من 3 طلاق، ولی همون کار را کرده است، چی میشه؟ اگر کسی قسم خورد که مقصد من فلان کار را نمیکنم، اگر کنم ولی زن نداره که همین زنی که من در نکام میدرارم همون زن به من 3 طلاق. یعنی وقتی که اگر همین آدم قسمش شکست و همون کار کرد، همین زنی که میگیرد همین زن 3 طلاق میشه. همین زن برای او 3 طلاق میشه. برای همین برادرای عزیز، آخه قسم کم است یا اینکه شرط است که شما باید همین قسم بخورین که من فلان کار کنم زنی من طلاق؟ یا بسیاری همین آدمای زندار فقط به زن طلاق قسم میخورن. برادرای عزیز، این کار هزل نیست، این کار عادی نیست. آخر بابا جان درباره زنهایی که ناپسندی شوهر میکنند سخن میکردید. هر باری که سخن میگوییم میگویند که ما کنیزی تو نیستیم. خواهش میکنم بابا جان بسیار ناپسند شدند. برادرها سوال کردند که درباره زنهایی که شوهرها را ناپسندی میکنند، یا اینکه اگر پای کارش بگیرن میگن من کنیزی تویم. مقصد درباره اینها، من اکو درباره اینها شما حقی همین مردها بالای زنها، من 5 جمعه 5 ساعت در این بابت صحبت دارم. شما از طریق همین اینترنت ها در باب حرمت شوهر را بیابین، از اونجا انشاءالله شما مفصل خدا خواهد شما از اونجا مفصل تر جوابهاتون رو میگیرید. ولی به هر حالم که باشد خواهرای عزیز، خداوند حق شوهر را بالای زن گذاشته است. هر کاری را که الله مهربان در قرآن و پیامبرمون بر گوش ما و شما رسانیده است، کی را بر کی حقدار کرده است، همش به منفعت ما است. اگر در خانه زن اطاعت از مردک کند از خدا امید است که بسیار زندگیتون زندگی خوب میشه. لیکن اگر زن از مرد ناپسندی کند، زود است که این زندگی شما کنده می شود. من بسیاری زنهای را دیدم که به قدر شوهران نرسیدن، اگرچه صاحب 4 فرزند بودند، ولی
با اینشان طلاق شد، با اینشان زندگیشون از بین رفت. هر یک چیز حد داره. برای همین خواهرای عزیز، شما شوهراتون رو حرمت کنید، به قدر شوهراتون رسید. رسیدن حق شوهر، احترام حق شوهر بر ذمه شما واجب است. پیامبرمون وقتی در حدیث میگه خیر النساء اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا غبت عنها حفظتک فی نفسها و مالک. بر خواهر عزیز اکو گوش کن. میدونی که همین پیغمبری که چقدر محبوب دلها مونه، همین پیامبری که نامش میشنویم صلی الله علیه و سلم میگیم، همین پیامبری که یک دستور عمل حیات ما شدگیه، یک پیغمبری نازنینی که زعی دهنش گویم اصل میریزد، یک پیامبری نازنینی که غم ما امتاش، خواه مردها خواه زنها مونه، غم ما را میخورد، همیشه در اندیشه ما بود. حتی دم آخیرش هم وقتی گوشونه در قلب پیامبر گذاشتن، به نام امتی امتی گفته دنیا را پدرود گفتن. پیامبری که حتی در قیامت هم ما امید شفاعتش داریم. میگد که بهترین زن همون زنی که وقتی همین مردک در چهره همین زنک نگاه کنه خوشحال شوه. خواهر عزیز، همین اگر تو سخن پیامبر همین را قبول کن، همین را در زندگیت شعار زندگیت کن، کو ببین که مردک قطعی تو چخیل می شود. یا با تمام مردم تاجیکستان اگر شما از همین حاضر سخنی که من معنا میکنم شما پیروی کنین، کو بینیم همین عدد طلاقی که در یک سال 11,000 شد، کو آیا همین کم می شود یا نمی شود؟ اگر در بعضی حالت ها مردکام گناهگار باشند، در بعضی حالت ها خسرها و خشتامنها هم که اگر گناهگار باشند، و در بعضی حالت ها زنها هم گناهگارند. این پیامبر نازنین بهترین زن میگم زنی که مردک وقتی که همین نگاهش میکند خوشحال میشود. ای چی؟ ای همون چهره تازه‌ای که زن دارد. تازه به معنای چی؟ به معنایی که در چهرهش قوق ندارد، در چهرهش غم ندارد، در چهرهش یک رازگی دارد، در چهرهش یک مهربانی دارد، در چهرهش استقبال دارد، چهرهش گرمه. وقتی مردکش میبیند تبسم میکنه. اگرچه شاید این زن دردم داشته باشد، این زن غمم داشته باشد، لیکن چنان خودش نمایان میکند که مردک ای دیدنش وقتش خوش میشود. یکم نشانه بهترین زن همینه. دو، هرگاهی که مردک امرش کنه اطاعت میکنه، نمیگه که من کنیزی تو نیستم، من خدمتگاری تو نیستم. با این سخنهای درشت، با این سخنهای تلخ، با این سخنهای بسیار زشت، خواهر عزیز، تو هیچ وقت در قلب مردک جا کردن نمیتونی. تو دعای نیک مردک هم گرفتن نمیتونی. و شما بدونین که این شریعت ایرا من نگفتم، ایرا پیامبر گفته است که ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راضین دخلت الجنه. کدام زن چشمش پوشید مرد، منش بستن، مردکش پرسیدن که ای همین زنکی که با این چند سال زندگی داشتی راضی؟ بگه راضیم. الله گفت درهای جنت گشاده شد. اگر به شرط بگه راضی نیستم، وای به حالت. دویم چیزی که
از بهترین زنها خواند، امر کرد، میگه سپارش داد، اجرا کن. 3. هرگاهی که مردک جای سفر کرد یا ببین یک لحظه مقصد به یگان کار مشغول شید، هم در نفست احتیاط کن، هم در مال مردک. مال مردک دم خیانت نکن، ناموس مردک دم خیانت نکن. پیامبر گفت همین 3 چیز کدام زن جمع میکنه در خودش، وای بهترین زنه. خواهر عزیز، همین 3 چیز جمع کن، به نام خدای مهربان قسم همون مردک ترا بالای دست میگردانه و انشاءالله زندگی ما خوب میشود. ولی امروز منم تشویش دارم، منم همین مردمی که طلاق میکنن، همین مردمی که زندگی تلخ دارین، همین درد من خودم در احساس میکنم. زیرا که منم یک نفری واعظ، منم یک آدمی داعیم، منم یک آدمی هستم که به نصیحت من بسیاریاش زنگ میزنن که ما احتیاج داریم. وقتی احتیاج داشته باشن ما را هم یک نفری اگر نزدیک خودشون که بشمارن، منم در همو غمهای شما و در شادی های شما شریکم. برای این است که من برادرای عزیز بینین ساعت ها میابم، وقت ها میابم، حلقم قاق میشود و من برای شما گفته گذشته ایستم تا برای که زندگیت خوب شود. ولی بین زندگیت خوب شود به من چی؟ به من این قدری که من از دلالتم ثواب میگیرم و ایلو همون راحتی زندگی را تو میبینی، معیشت همون زندگی تا تو میبینی. برای می خواهر عزیز سخنهای مرا فقط به خاطر خدا قبول کن، انشاءالله تو عزت دنیا و آخرت میابی. آیا تومار گرفتن در اسلام درست است یا نه؟ سوال دیگر، تومار گرفتن درست است یا نه؟ در مردم ما بسیار رواجه. الله مهربان رحمت کند، عبدالواحد سیدزاده در دست ما یک کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود. این عبدالواحد سیدزاده خودش هم حضرت صوفی ای، نقشبندی ای، ولی همون کتابش دام چندین تا مولوی ها تقریز نویسنده گیان، یعنی بسیار کتابش کتاب اعتبار ای و بعضی شرط ها گذاشته است. گفته است در عموم تومار مقصد جایز است، زیرا در این آثار صحابه ای. حضرت عبدالله ابن عمر روایت میارد که بچه‌هایی که به عقل بودن اونها را از همون دعاهای معصوره، از دعاهایی که معصوره بودن میآموخت. چون میگو که همین دعاها را بخوانین و در خطاتون مقصد شوف کنید. یعنی کسی اگر دعاهای معصوره، آیت‌های قرآن مثل نمی آیت الکرسی، سوره اخلاص میخونیم، شوف میکنیم، در تنامون میمالیم، بین یعنی آدمای با سین و با عقلش همچنان تعلیم میکرد. ولی کودکای خورد چه میگه همون دعاها را می نویساند در گردنشون آویزان میکرد. از همینجا مقصد درست بودنی یعنی تومارا اجازت دادن، درست گفتن، ولی با بعضی شرط ها ماندن. گفتن یکم این که در همون داخلی همون کاغذ توماری که میگیری باید که از همون دعاهای معصوره یا آیت قرآن نویسنده شود. 2 با زبان عربی باشد. 3 کسی که می نویسد همون نفع و فایده ای که همون آدم می بیند و از خودش نبیند، یعنی بسیار عقیده سالم و صحیح داشته باشد. برای اگر همین شرط ها اجرا شود میلش. لیکن این خیل تومارهایی که انا دل یک کسا گرم میکنن، دل یک کسا خنک میکنن، این توماری ما تا 50 کیلومتر تاثیر دارد، تا 100 کیلومتر تاثیر دارد، بعد به قد آدم تومار می نویسند، اینهاش جایز نمیدانند. ولی همین طریقایی که من برای شما گفتم اینهاش انشاءالله اجازت است. چهلی که از آثار صحابه همین جناب عبدالواحد سیدزاده در کتابش بسیار کتاب زیبا های
ман тавсия метавонам бародарое ки агар ба забони форсӣ ай агарчи номаш арабӣ ҳам ки бошад лекин дохилаш бо форсӣ ай бисёр зебо китоб ай аз ин хонен шумо аз ҳақиқати албатта тамоми масоил огаҳӣ пайдо мекунед. суоли дигаре ки омад бобоҷон сурма кашидани мард аз рӯи суннат гуноҳ аст чунки падару модарам намемонанд. яъне баъзе ҳадисҳо дар паямбар мон яке ҳина кардана яке сурмара яке мисвока ин никора инҳо мақсад аз суннатҳои паямбар монанд. сурма кардан барои мардам дурустай барои занам дурустай ва ҳатто дар тиби набавиам яъне сурма барои чашм бисёр давоҳай. ин челе ки мо мерем ҳар намудои обҳоеро ки аз аптека мехарем чашмомонда мечаконем мазҳо ҳастанд мемолем. ҳамин сурма бародарои азиз ва гиромӣ бисёр нафъи зиёд дорад бисёр фоидаи зиёд дорад чӣ дар хунукӣ баъд аз ҳама беҳтарашам ин ки ҳатто барои чашма парда гирифта намемонад ва ҳамчунон яъне чӣ қадар чашма рӯшан мекунад. барои ҳамин иҷозатай ки мардҳову занҳо ҳам ки бошанд мақсад аз сурма истифода кунанд ҳечи боки надорад. дурустай. саволи дигар дар муҳоҷират дар вақти намози хуфтан ба хотири кор намегузоранд намоз хонем мо метавонем росто бо ишора намозро хонем. ако ҳаракат кунем дар куҷое ки набошад шумо як шарт монем ҳар кореро ки мекунем ҳамун хуҷайнотона гӯем ки моҳо мақсад ба худмонаку соати бандагӣ дорем соати ибодат дорем. аз худо умедай аз худо умед аст ки ҳар ки бошад набошад ҳамин дар рости бандагӣ дар рости ибодат ягон мухолифат намекунад. барои ҳамин аввалан шумо ҳаракат кунед ки намозотона дар вақташ хонед ҳеҷ гоҳ кор монеи намоз нашавад. вале агар бисёр як коре ҳаст ки агар аз ҳамун соати намоз омаду то агар аз ҳамунҷа як лаҳза агар мақсад бероҳа шай шояд ки кори завод ҳама мақсад вайрон шавад ё шояд ки мисол ҷойҳое ҳаст ки ҳатто мегӯяд ман аз ҳамунҷа ҷунбида наметавонам. вале бисёри бародарое ҳаст ки мақсад аз баъзе ҳолатҳое гап мезананд ки яъне дар як ҷои ман бояд бистум 2 соат ё 3 соат аз ҳамин ҷо ҳатто як қадам рафта наметавонам. ин ҳолатҳо да мешавад ки шумо ҳамон ҳолати росто даҳам ки намозтона хонед. дурустай. суоли дигаре ки омадааст мо дар муҳоҷират дар сохтмон кор мекунем оё аз ин пули маошамон закот диҳем ва ба киҳо бояд закот диҳем? хоҳишмандем ки пурратар фармонед. албатта фарқ надорад ҳар касе ки дар куҷое кор мекунад $2000 пасандоз дошта бошад аз ҳамин $50 яъне 2.5%ша мо бояд закот диҳем. закот ҳамеша шумо метонем падару модартона дода наметонем ва зан ва фарзандотона дода наметонем. дигар ҳар касеро ки хоҳаратай бародартай мисол дигар домодутай ҳар ки бошад ҳамсоятай камбағал бошад фақир бошад закотҳоро тиен иншоалло дуруст. охирон суоле ки дар пеши ман аст мегӯянд ки бар сари мазори падар ё модар духтараш равад мурда ба сари ангушташ мехезад ва маит агар духтар дошта бошад писар не дар ин ҳол чӣ мешавад? яъне ако баъзе гӯем аз рӯи нофаҳмиҳомон аз рӯи нодониҳомон ин гапҳо буд ки агар духтар ба сари қабри падар ё модар равад онҳо ба сари ангушт. ака ман ҳайрон ки ба сари ангушт гуфта вай дар ҳаёт имкон надорад ки одам дар сари ангушташ бистад. дар ӯ ҳолат ӯ чӣ хел дар сари ангушт местад? иқа тавонои қуввата дар ҳамин ҳоли ҳаёташ надошт дар уҷа аз куҷо пайдо мекунад?
این یک بارک شما میگه په خودش دامی خوب اندیشه کنین. یا میگن که اگر به شرطی که انا در بین عصر و شام اگر آب بخری پدر و مادرتا یا فرزندتا در او دنیا نمیمونن که آب بخوره. برادران خواهرای عزیز، اگر یکی غلبه آب شوه و ما هم تشنه، این بین عصر و شام قریب 1.5-2 ساعته مرا تشنگی غلبه کردگیه. در این حالت ما باید چیکار کنیم؟ اینا همه یک سفسطه‌اند، همه یک گپای بی اساسند. برای این بین عصر شام هم خوردن هم درست. خب سری منزلی پدر و مادر خواه برای زن باشه خواه برای مرد باشه رعایت کنن، هیچی باکی نداره رفتن. فقط اکو ما همیشه توصیه میتیم که اکو خواهرها و مادرها که از بس که بسیار هم در علم کمترن، هم گریه و ترحمشون زیادتره، میروند در همون قبرستان به هر مقصد بیهودگویی که دست میزنن. برای همین میگیم که در خانه باشن و دعا کنن بهتره. میروند مقصد بالای قبر داد میگن، گردی قبر طواف میکنن، قبر آغوش میگیرن، شاید اگان مشت خاک امران بخورن. از همین لحاظ بسیاری دانشمندا زنها را منع کردن که سری گوری پدر و مادر نروند. به همین خاطر برای همین هیچ باکی ندارد، نه سری انگشت میخیزن نه سری دست میخیزن، بلکه از رفتن ما اونها راحت میآوند، اونها خوشنود میشوند. ما وقتی نزد قبرشون میریم در حقشون دعا میکنیم. الله مهربان خاتمه کاری هممون بخیر کنه. الله مهربان این لحظه هایی را که من با شما بودم از ما و شما قبول کند. بازم میل محبت همون به سوی دین خدا زیاد گرداند و خدای مهربان توفیق دهد که آن چیزی را که شنیدیم ماها عمل کنندش باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.